شوهرم که رفت مأموریت خونه یک دفعه ساکت شد. از اون سکوت هایی که اولش خیلی خوش میگذره اما بعدش خیلی سنگین میشه. صبح زود رفت و گفت که خیلی دیر میاد خونه. من موندم و یه خونه سوت و کور و مرتب. یه لیست بالا بلند از کارهای نصفه روزمرم و یک حسی که دقیقاً نمیدونستم منشأش از کجاست. ساعتها همینطور میگذشت. ظهر شد، عصر شد. گوشیمو برداشتم و چند بار الکی توش چرخیدم. بعدش هم گذاشتم سر جاش و یکم دراز کشیدم. هیچ خبری نبود. نه پیام خاصی داشتم، نه اصلا حوصله داشتم که با کسی هم صحبت بشم. بعضی روزا آدم انقدر بی هدفه که اصلا نمیدونه چی میخواد. حوصله هیچ کس حتی خودش هم نداره. کم کم به خودم اومدم و بلند شدم یه سری از کارهای روزمره‌مو انجام بدم. توی آشپزخونه مشغول به کار بودم که یهو صدای زنگ در اومد. اول فکر کردم اشتباه شنیدم. آخه کسی نبود که بیاد خونه ما. دوباره زنگ خورد. درو که باز کردم دیدم دوست صمیمی شوهرمه. سالها بود میشناختیمش. توی همون حال بودم که یهو سلام داد. گفت ببخشید مزاحمتون شدم. چند تا پوشه کاری بود از طرف شرکتمون. گفتم بدم به شما. دعوتش کردم داخل. همه چیز خیلی عادی و معمولی پیش میرفت. خیلی عادی و بیش از حد تصور عادی. خلاصه که اومد داخل و نشست و من بهش چای تعارف کردم که گفت نمیخورم. رفتم یه لیوان شربت آوردم. بعدم نشستیم و یکم در مورد کارهای روزمره صحبت کردیم. در مورد کار و بار و زندگی و شلوغی و گرونی و از این حرفا. همین حرفای عادی و تکراری که همه به همدیگه میزنن. اما یک دفعه انگار جو سنگین شد و هوا عوض شد. نه با یه حرکت غیرعادی و عجیب یا با حرف عجیبی. فقط با مکث کوتاه بین جمله ها. برگشت گفت وقتی شوهرت نیست خونتون یه حال و هوای دیگه داره انگار. لبخند زدم و گفتم ساکت تره. اما ته دلم متعجب بودم که چرا این حرفو زد. منظورش چیه؟ تلویزیونمون روشن بود و صداش کم بود. یکم صداش رو زیاد کردم که جو عوض بشه. حس کردم زیر چشمی داره نگام میکنه. نه اینکه بخواد بهم زل بزنه یا چشم چرونی کنه. نه. یه نگاه خیلی طولانی و بیش از حد طولانی. برگشت به هم گفت شما خیلی صبوری. منم گفتم به هر حال روزگار دیگه. آدم کم کم تا میکنه باهاش. یاد میگیره. اون به هم گفت اما همه اینو ندارن. همونجا بود که یه چیزی ته دلم تکون خورد. نه علاقه بود نه هیجان. نمیدونم. مثل یه هشدار بود. عین برق گرفته ها از جام پریدم و گفتم من میرم قهوه بیارم. فقط دنبال یه بهونه بودم که یکم ازش فاصله بگیرم. بلند شدم و رفتم پشت در آشپزخونه ایستادم و با خودم گفتم تا همینجا کافیه. از اینجا به بعد هر کلمه‌ای که از دهنش بیرون میاد مهمه. خیلی مهمه. وقتی با قهوه رفتم پیشش به هم گفت ببخشید اگه ناراحت شدید. فکر کردم شاید دلت گرفته. گفتم به هر حال همه آدمن دیگه. آدم بالاخره یه روز دلش میگیره. اما خب هر دلی جای هر حرفی نیست. با این حرفش یکم ساکت شد. اولین باری بود که با سکوتش دلم آروم میکرد. هنوز تو خونمون بود. نرفته بود. چند دقیقه‌ای گذشت. انگار زمان هم کش میومد. از اون کش اومدن هایی که حتی ثانیه ها هم سنگین میگذشت. انگار زمان ایستاده بود. انگار توقف کرده بود. برگشت گفت بعضی وقتها آدم توی تنهایی اشتباه فکر میکنه. به نظرم این جملهش کمی خطرناک بود و بوی خطر میومد. نه به خاطر معنیش، به خاطر راهی که جلوی پام باز میکرد. نگاهش کردم نه با حالت عصبانی، به حالت یه چشمای خسته و داغون. گفتم بهتره همینجا ایست کنیم و وایستیم. نه توضیح اضافه باشه نه دفاع. سرشو به حالت ناراحت پایین انداخت و گفت حق با توه. بعدش هم بلند شد و یه مکسی کرد. انگار که یه چیزی میخواست بهم بگه. اما گویا خجالت کشید و بدون هیچ حرف دیگه ای رفت. در که بسته شد انگار یه پتک توی سر منم کوبیده شد. تکیه دادم به در. نفسم بالا نمی اومد. نشستم روی زمین و سرمو گذاشتم رو زانوهام. با خودم فکر کردم این نزدیکترین فاصله ای بود که آدم نمیتونه بیسته، نمیتونه بیفته ازش. آدما همیشه با انسانهای بد وسوسه نمیشن.
بلکه آدم‌های معمولی هم باعث میشن گاهی راهت رو اشتباه بری. گاهی با یه آدم ساده توی یه روز معمولی با یه تنهایی معمولی هم میشه وسوسه شد. فرداش که شوهرم اومد خیلی خسته بود، اما من داغونتر و خسته تر از اون. وقتی نشست همه چیزو بهش گفتم. نه اینکه بخوام شکایت کنم، نه، برای اینکه یه حد و مرز تعیین بشه. گفتم این بار من ایستادم، اما دیگه دوست ندارم تکرار بشه. دیگه نباید تو همچین شرایط خطرناک قرار بگیرم. اعتماد خیلی خوبه، اما بی حد و مرز بودن خیلی خطرناک میتونه باشه. شوهرم چند لحظه سکوت کرد و گفت حق با توه. من واقعا تا به امروز متوجه نشده بودم. نمیدونم این حرفا از روی ترسش گفت یا اینکه واقعا نفهمیده بود. خونمون خیلی ساکت و آروم شد. بعد چند وقتی که شوهرم سعی میکرد زیاد با دوست و رفقاش رفت آمد نکنه و حتی بهشون جوری تذکر داد که وقت و بی وقت نیان خونه ما. از اون روز به بعد هم شوهرم بیشتر حواسش بود، هم خودم حواسم بود که یه سری حد و مرزها رو بیشتر از حد معمول رعایت کنم. دیگه مجبور شدم از اون موقع به بعد حتی اگه یکی از دوستای شوهرم دم در خونمون میومد، موقعی که شوهرم خونه نبود حتی در رو به روش باز نکنم یا جوری وانمود کنم که کسی خونه نیست. شوهرم هم بیشتر مراقب بود. بدون هماهنگی من سعی میکرد مهمون دعوت نکنه، حتی از خانواده های خودمون. انگار هر دومون به این درک و فهم و پختگی رسیده بودیم. و من اون روز بود که یه چیز خیلی مهم رو توی زندگیم فهمیدم و تجربه کردم. اینکه بی‌وفایی به طرف مقابل همیشه اتفاق نمیفته. گاهی وقتا ما خودمون رو دعوت میکنیم به خونمون، اما اگر جوابش کنی اون بی‌وفایی هرگز اتفاق نمیفته و میمیره. دقیقاً همون کاری که من اون شب انجام دادم و من به این بی‌وفایی جواب رد دادم، چون زندگیم و شوهرم رو دوست داشتم. درست سختی زیاد کشیده بودم، گاهی وقتا حتی شوهرم درکم نمی‌کرد و من هم همینطور، اما به هر حال دوست نداشتم اون زندگی مشترک با اون همه سختی از هم بپاشه و عذاب وجدانی که یک عمر گریبانم رو بگیره. دوستان عزیزم، ممنون از اینکه تا انتهای این سرگذشت و پرونده واقعی همراه ما بودید. اگر به این سبک از داستان‌ها علاقه‌مند هستید، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله کنارش رو هم فعال کنید تا اولین نفر از داستان‌ها و سرگذشت‌های ما باخبر بشید. دوستان عزیزم، ممنون میشم که با نظرات ارزشمندتون توی کامنت ها برامون بنویسید که نظرتون در رابطه با این داستان چی بود و چه درسی از این داستان میشه گرفت. ممنونم از نگاه های گرم و پرمهرتون.